چنل یوتیوب و پیج اینستاگرام احسان هوبفولم بسته شد. هنوز مشخص نیست که احسان به چه جرمی پیجش بسته شده و حتی بعد از گذشت چند روز از آزادی رپرها دوباره پیج سجاد شاهی و بعدش هم حسین TM بسته شده. درود رفقا، به چنل اوچی آنلاین خوش اومدین. امروز میخوایم با هم یکی از پرحاشیه ترین ویدیوهای یوتیوب هم بررسی کنیم. یوتیوب احسان هوبفول توسط پلیس امنیت به دلیل نامشخص و جرم نامعلوم بسته شد. پلیس امنیت پیج همه رپرها رو بست. وضعیت فضای مجازی خیلی خرابه. تو این ویدیو قراره کاملا این موضوعات رو بررسی کنیم. پس حتما ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین و سابسکرایب کنین تا از بقیه ویدیوهای ما هم با خبر بشین. این روزا نظارت پلیس بر فضای مجازی خیلی زیاد شده. از بلاگر و یوتیوبر گرفته تا رپرها، همشون تا کوچکترین اشتباهی میکنن دستگیر میشن و پیجشون بسته میشه. البته ترک گنگ خوندن و ویدیو طنز چیزی نیستش که بخواد راجع بهش دستگیر بشن یا پیج اینستاگرام و چنل یوتیوبشون بسته بشه. بیشتر این دستگیری ها از اون قراردادهای معروف رپرها شروع شد که بعدش همشون دستگیر شدن و پلیس از اونها اعتراف اجباری گرفت. تو ناموست محلتونیم وایسادیم بیایید دیگه با عرض ادب و احترام و دیگر این غلط را تکرار نخواهم کرد و اقدام به گندگویی هرگز نخواهم کرد و دیگر این غلط را تکرار نخواهم کرد. عذرخواهی نمودم و دیگر این غلط را تکرار نخواهم. همین دعوا و درگیری ها باعث شد که خیلی یوتیوبرها و سلبریتی ها و حتی رپرهایی که بی تقصیر و بیگناه بودن بازداشت و پیج ها و چنل هاشون بسته بشه. یکی از قربانی های همین داستان مشکیه. این بنیاد فرجی منعقد مشکی از تمام فعالیت‌های اجتماعی سیاسی در فضای مجازی و حوزه رپ و توهین به شخص مقام معظم رهبری کاملا نادم و پشیمان هستم و از تمام دستگاه‌های قضایی عذر می‌خوام و معذرت‌خواهی می‌کنم. نامشه‌ای مراقب دلیل اظهار تشکر می‌کنم نسبت به شدن صدای سرد در ویدیوها و تهدیدها و فراموشی‌ها. بعد از گذشت چند روز از دستگیری رپرها دوباره پیج اونا بسته شد. سجاد شاهی و حسین TM پیج اینستاگرامشون بسته شد. اما به چه دلیلی؟ انتشار تصاویر نامتعارف و حتی بعد از دستگیری سجاد شاهی و ایسین این قضیه تموم نشد. اوضاع انقدر خراب شده که اکثر رپرها از ترس دستگیری توسط پلیس خیلی از پستاشون رو حذف کردن و حتی بعضی از رپرها هیچ پستی در اینستاگرام ندارن، مثل پوریا آدرویت و امین TJ. حالا موضوع اصلی دستگیری رپرها رو متوجه شدیم و فهمیدیم که به چه علتایی دستگیر شدن. حالا بریم سراغ اصلی ترین موضوع ویدیو و بسته شدن پیج احسان هوبفول. متاسفانه احسان هوبفول هم یکی از افرادیه که چنل یوتیوب و حتی پیج اینستاگرامش بسته شده. احسان هوبفول یکی از یوتیوبرهای خوبمونه که ویدیوهای کوتاه و طنز تولید میکنه و انصافا چند وقتی بود که ترکونده بود. مخاطبها بسیار حمایتش میکردن و حتی یه مدت توی کامنت ها ترند شده بود. حالا قراره ببینیم که پلیس چرا پلتفرم هاشو مسدود کرده و پیج یوتیوب و اینستاگرام احسان رو بسته. به احتمال زیاد برای 3 علت بوده، اما قبلش بعضی از ویدیوهای احسان رو میذاریم تا کامل متوجه قضیه بشین و دلیل چنل بستن احسان رو بدونیم. بیا اینجا. مامینا جان، مامینا برم. بیا بچی. قیمت چقدر رفته بالا؟ قبلا اینقدر جلو نبود.
چرا اینقدر خیانت میکنی؟ آدمای متلونیه. آره. طلب و طلب میکنن. هر کدومشون یه خوبی دارن. حالا با طرفدارای من بودی؟ آره. وقتی توی 200 تا بودی من با سر دفترشون بودم. رندوم ترین آدمی که باهاش بودی؟ شاهرخ صخری. باش. اصلا من بدبختی دارم خدا شاهده. یوتیوبر مورد علاقه که حاضر خیلی باهاش بشن. وای. خواننده خارجی مورد علاقه. دریک. چون خواننده خوبیه. نه صداش گوش ندادم. صداشو گوش ندادم. چرا داری گریه میکنی؟ احسان. به تو فرصت دادم. باشه یه بار تو بهم دوباره فرصت بده. یه بار دیگه بهت فرصت میدم ولی قول بده دیگه این دفعه بهم خیانت نکنی. نه خیانت نمیکنم. بین این 5000 خورده‌ای واقعا تو شبیه تو نشه. الو. کجا؟ بابا تو عجب گاهی هستی. بله همونطور که توی ویدیو مشاهده کردیم مبینا خدابندلو در ویدیو دوست دختر خیالی احسان هوبفوله که خیلی خیانتکار و هوسبازه و کل شهر باهاش خاطره دارن. اگه یادتون باشه همین 1 ماه پیش بود که کل کامنت ها شده بود مبینا خدابندلو و حتی یوتیوبرهای خارجی. کامیونیتی یوتیوب فارسی شده مبینا خدابنده. کامنت مستر بیست رو با میکنی زیرش نوشته مبینا خدابنده. توی یک سایت های خاک برسری من رفتم اونایی که من چرا رفتم البته خودش جای سوال. حالا چرا میگیم دوست دختر خیالی احسان؟ چون وجود نداره اصلا و فقط از تولید محتوای طنز ازش استفاده میشه. خود احسان تو دیسکریپشن این ویدیوش گفته که مبینا شخصیت خیالی دوستان. این ویدیو صرفا جهت فان و خنده هستش و کسایی که هم از هستن ناراحت نشن. قلبی دوستتون دارم. این کار ما در قالب طنز است و همچین فردی وجود نداره. دوستتون دارم. حالا پلیس به چه علت پیج اینستاگرام و کانال یوتیوب احسان رو بسته؟ یه سری احتمال وجود داره که ما 2 تا از اونا رو بررسی میکنیم. 1. احتمالاً برای جنسی بودن محتوای احسان و برگزاری آن در فضای مجازی که باعث شد پیج و کانال یوتیوبش بسته بشه. 2. احتمال داره که مبینا خدابندلو در اصل یک شخصیت واقعی باشه و از احسان بابت خراب کردن اسمش و خیانتکار خوندن آن به پلیس شکایت کرده باشه و اطلاع داده باشه که این شخص به اسم و فامیلی من بی احترامی میکنه و منو خیانتکار میخونه. تا همین الان که ما در خدمت شما هستیم خود احسان حرفی نزده و به این بسته شدن پیج و کانال یوتیوبش واکنششون نداده و معلومم نیست که آزاده یا توسط پلیس دستگیر شده و در زندان به سر میبره. امیدواریم مشکلاتش زودتر حل بشه و برگرده تولید محتوا بکنه و همچنین امیدواریم شاهد بسته شدن پیج کسی بدون مدرک و دلیل و سختگیری زیاد نباشیم. این بود از داستان بسته شدن پیج اینستاگرام احسان هوبفول و کانال یوتیوبش. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما نظرتون تو کامنت ها با ما بگین. ویدیو رو لایک کنین و سابسکرایب کنین.